در طالار ریاست اجنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای جمهوری تاجیکستان در شهر و ناحیه‌های منطقه باختر چاره‌بینی ادانه بخشیده بر روز تأسیس یابی این نهاد برگزار گردید. در چاره‌بینی مذکور معاون رئیس ولایت ختلان، سردار ریاست اجنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای جمهوری تاجیکستان در شهر و ناحیه‌های منطقه باختر اینچنین هیئت شخصی ریاست اشتراک داشتند. چاره‌بینی با صدا دادن سرود ملی جمهوری تاجیکستان آغاز گردید که رمزی احترام به ارزش‌های ملی، استقلال دولتی و پایه‌های دولتداری معاصر محسوب می‌یابد. در آغاز چاره‌بینی سردار ریاست اجنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای جمهوری تاجیکستان در شهر و ناحیه‌های منطقه باختر سخنرانی نموده ابراز داشتند که تأسیس نهاد مخصوص گردانیده شده اجنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای جمهوری تاجیکستان یکی از قدم‌های مهم و سریع‌وقتی حکومت جمهوری تاجیکستان در راه تحکیم شفافیت، ولایت قانون و تامین رشد استوار اجتماعی و اقتصادی کشور میباشد. ضمن برآمد خود تاکید گردید که کروپسیا همچون ظهورات منفی میتواند به نظام اداره‌کنی دولتی، رشد اقتصادی، اعتماد شهروندان به حکومت دولتی و عدالت اجتماعی تأثیر جدی منفی رساند. از این رو مبارزه به امان و همه‌جانبه با این پدیده وظیفه اولین درجه تمام ساختارهای دولتی و هر یک خدمتچی دولتی به حساب می رود. همچنین ذکر شد که اجنتی فعالیت خود را پیش از همه به نظارت استفاده درست، ثمره‌ناک و مقصدناک مبلغ‌های بودجتی و اموال دولتی آشکار و پیشگیری حقوق ویرانکنی‌های کروپسیونی، تحکیم قانونیت و ترتیبات حقوقی روانه نموده. در این روند حفظ حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند اینچنین منفعت‌های دولت و جامعه را در محور فعالیت خود قرار داده است. در ادامه چاره‌بینی معاون رئیس ولایت ختلان ابراز داشتند که جمهوری تاجیکستان از روزهای نخستین به دست آوردن استقلال دولتی مبارزه با کروپسیا را همچون یکی از سمت‌های کلیدی سیاست دولتی معین نموده است. تحت راهبری اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در کشور زمینه‌های حقوقی و اینستیتوسیونالی برای پیشگیری و کاهش دادن عامل‌های کروپسیونی پیوسته تکمیل می‌یابند. پیشگیری کروپسیا تنها با راه تحکیم نظارت محدود نمی‌گردد، بلکه بلند برداشتن سطح مسئولیت شناسی، پاک وجدانی و معرفت حقوقی خدمتچیان دولتی نیز اهمیت خاصه دارد. همچنین ذکر شد که ریاست اجنتی در همکاری با دیگر مقامات حفظ حقوق، ساختارهای دولتی و جامعه شهروندی در حدود شهر و ناحیه‌های منطقه باختر چاره‌های پروفیلاکتیکی را تقویت بخشیده بهر ریشه‌کن نمودن عامل‌های کروپسیونی تلاش می‌ورزد. در فرجام چاره‌بینی یک قطار کارمندان ریاست اجنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای جمهوری تاجیکستان در شهر و ناحیه‌های منطقه باختر برای فعالیت باثمر، سهم ارزنده در اجرای وظیفه‌های خدمتی و صداقت به منفعت‌های دولتی با رتبه‌های نوبتی سپاسنامه رئیس ولایت ختلان و دیگر تحفه‌های خاطروی قدردانی گردیدند.